چطور از ایران وارد برنامه بازار عراق بشم؟ سلام به هموطنای گلم. هنوز یه ساعت از پست آخرم نگذشته که همین سوال تو دایرکت و کامنت ها برام فرستادن. با ما همراه باشین که براتون توضیح بدم. تو پست قبلی برنامه سوق المفتوح بهتون معرفی کردم. این سوق المفتوح برای اینکه واردش بشین نیازی به ثبت شماره تلفن نیست، همینجور به صورت مهمان میتونین وارد بشین، آگهی ها رو ببینین. ولی اگر بخواین با یکی از آگهی ها تماس بگیرین، اینطور که میبینین نیاز دارین که شماره تلفن عراقی داشته باشین که تو واتساپ براتون کد تایید بفرسته که شما بتونید به صورت رسمی وارد برنامه بشین. و حتی اگه بخواین تو این برنامه آگهی درج کنین، باز هم به همین صورت نیاز دارین که شماره تلفن عراقی داشته باشین. ولی خب حالا بگم براتون که چطوری شما میتونید شماره تلفن عراقی داشته باشین. پس تا انتهای ویدیو با ما همراه باشین. حقیقت خودم دلم نیومد بگم باورش میخوام تو کانال یوتیوب بصره‌گردی بذارم، ولی معرفتی خودتون برید کانال یوتیوب بصره‌گردی رو هم سابسکرایب کنید. یه بریم باورش بهتون بگم. این کار من اومدم توی گوگل شماره مجازی عراق سرچ کردم و سایت های معتبری مثل نامبرلند و نامبر فور و اینجور چیزها رو به معرفی کرد. وارد نامبرلند میشم. سایت numberland.ir هست. از این سایت شما میتونید سوق المفتوح انتخاب کنین. برای این کار براتون کامل توضیح داده که شماره مجازی بهتون میدیم، میتونید باش واتساپ نصب کنید و کدای دیگه رو بگیرید. قیمت سیم کارت عراقیش هم 295,300 تومنه تا 1,500,000 تومن هم بسته به قابلیتاش قیمتش متفاوت هست. و این هم بهتون بگم که اکثر این سیم کارت ها یک بار مصرف هستن، فقط یک بار میتونید باشون با واتساپ نصب کنین. اگه پاک کردین 2 مرتبه فکر نمیکنم بتونید باش نصب کنین. یه بابا وقت نداریم.